با نام یاد خدا سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است و مهمانی امروزه در برنامه یعقوب حلیموف. یعقوب با برنامه خوش آمدید. از صحبتی نخستین ما خیلی وقت میگذارد، ولی صحبتی ما اینجا انجام شده بود که در نثر تاجیک استاد صدرالدین عینی با نوشتن اون همه کتاب ها، اوچرک و پویست و داستانهایش یک تحولات آورد. یعنی بگیم سرآمد این بخش اعظم، یعنی بخش بزرگی نویسندگی ما را تشکیل داد. همین طور ادامه یافت تا سالهای 80 90 که دیگر نویسنده ها در وقت بیداری ملی که عنوان میکنن به میدان آمدن، چی در نظم چی در نثر. در نثر معاصر تاجیک بهمنیار، محمد صالح زمان و سیف رحیمی افردی، این سه تن رو به ویژه ذکر میکنن، یعنی مخصوص رویشان تاکید میشود. نخست میخواستم بگوید که چرا روی این سه نفر می ایستند درباره نثر و میگذارند و واقعا اینو چی تحولات را در ادبیات آوردن. بسیار سپاس دلیر. سلام و درود به بیننده ها. تشکر که بار دیگر منو به مهمانی این برنامه دعوت کردید. خدا را شکر که برنامه کتابخوان در شبکه‌های اجتماعی هواداران زیادی پیدا کرده است، واکنش های زیادی مثبت به بار آورده است و ما می‌بینیم که چگونه بیننده های ما در داخل و خارج تاجیکستان از حساب تاجیکستانی ها و هم ملتان ما تشنه همین گونه یک برنامه زیبا و پرمحتوا هستند. خدا کند که این برنامه دوام پیدا کند. البته من به این سوال شما از دید خودم پاسخ میتیم که من ادبیات شناس نیستم، همچون یک خواننده آثار این بزرگواران بها میدهم. ما در ادبیات شوروی پیشتر از اینها میخوانیم بزرگوارانی چون ساطع ملوغزاده، جلال اکرامی، سوربان و دسته دیگر نویسنده ها بسیارتر حیات کمونیستی و سوسیالیستی را نوشتن، انعکاس کردن، میخواستن که به کمونیست برسانند و به همون افسانه های بیپایه‌ای سوسیالیستی و کمونیستی خوب خواننده های خودشانه خلاصه به خواب ناز می بردن. اما اینا آمدن با سبک دیگر و از زندگی واقعی مردمان این سرزمین با نام تاجیکستان شوروی نوشتند، دردهای این مردم گفتند، از کمبوده های زندگی همون زمانه گفتند. به همین خاطر اینها شهرت پیدا کردند. همون گونه‌ای که در نظم شاعران چون بازار، لایق، گلرخسار در میان دیگر شاعران سالهای 70 و 80 نام پیدا کردند، مشهور شدند، در نثر همین گونه بهمنیار و محمد زمان صالح و سیف رحیمزاده افردی و شاید دیگر بزرگواران. یک شعار همین خیلی است که ادبیات نویسندگی هم قدم زمان و با مجرای زندگی همون مردم باید قدم بزند و برود، ولی دیگر افکار هم دارن که ادبیات باید پیشتر، چند قدم پیشتر از مردم حرکت کنه تا مردم به سوی خودشون میبرد. فکر نمیکنید که اون تقاضای همون دور بود، تقاضای همون زمان بود؟ اگر اون نویسنده ها، همون نویسنده های منظور هم نیست که از کمونیسم وصف میکردن، از ایدئولوژی شوروی وصف میکردن، در جامعه امروزی زندگی میکردن، شاید دیدشون دیگر میشد، تحول، یعنی نگاهشون به زندگی، به جهان دیگر میشد. یعنی همون شرایط زندگی برای نویسنده هم نقش دارد، نه؟ درست است، چون خودی اونها در بهترین شرایط زندگی میکردن، فکر میکردن که عموم مردم در همین شرایط است. یعنی از جهتی اجتماعی شرایط خیلی خوب بود، هیچ کمبودی نداشت. مثلا به خصوص 20 سال 25 سال آخر دوران شوروی را تمام مردمی که در همون دوره زندگی میکردن وصف میکنن، قناعت دارن از زندگی امروزشان. اما اون چی که پشت پرده انجام میشد و به فاجعه های سالهای 90 رسانید، از این آگاه نبودن، نمیدیدن اون دوری را. در مقایسه به فرق از نویسنده های بزرگتری همون روزه شوروی و نویسنده و روشنفکران بیرون از قلمرو شوروی، نویسنده های ما نمیدیدن. یعنی در بیرون میدیدن و اونایی که مثلا عقل بزرگتر داشت، دیدی دورتر داشتن، میدیدن که سرانجام این سیاست خوب نیست، سرانجام این سیاست اجتماعی به ناکجا میبرد. در همون زمان ها میدیدن، میگفتن. خودی سالجینیتسی نبینید، خودی سرگئی دولاتوف یک نویسنده دیگر است، اونا رو بینید و دسته نویسنده های دیگری شوروی تحت ایدئولوژی قرار نگرفتن، فراتر از ایدئولوژی دیدن و گفتن. اما در تاجیکستان ما نویسنده های
ما که فرض کردیم جنگ شوروی را می نوشتن و جنگ دوم جهانی و جنگ بزرگ وطنی را می نوشتند و دستاوردهای اجتماعی زمان شوروی را می نوشتند، بعضی اینها تا آخرین نفس درک نکردند که این سیاست و این اجتماع این ناز و نعمت اجتماعی که هست به کجا میرسد، از کجا میبیاد به کجا میرود، ما چه استحصال داریم، آیا در با بازار اون روزی دنیا مثلا رقابت کرده میتوانیم، آیا مثلا دانش و تعلیماتی که در اون زمان هست برای مثلا 5 سال 10 سال آینده کار میدهد، اینا رو نمیدیدن، درک نمیکردن، فقط به مردم تلقین میکردن که شما در بهترین شرایط هستید، با این شکرانه کنید و هیچ جای مثلا انتقاد ندارد، هیچ جای نارضایی ندارد و هر چیزی که دارید با همین شکر کنید، برای حکومت شوروی خدمت کنید و هر چی که پارتیا میگوید و هر چی که خلاصه دستورهای مرکز میشود همون اجرا کنید و به سعادت میرسید. اما اینها کسایی بودن که فراتر از اون دستورها رو میدیدن. اون چیزی که زمان شوروی نوشتن و برای ملت تلقین کردند خیلی چیزاش نادرست بود، یعنی از پس اون چیزا دیگر نروند، یعنی که میتواند چیزای نادرست هم باشد که با امروزه زندگی به امروزه پیشرفت چون یعنی مغزشان را برای کارهای نالازم، برای افکار نالازم صرف نکنند و ما خیلی از این کتاب‌ها و از این ادبیات هنوزم انبار در کتابخانه‌ها، در کتابخانه‌های مکتبی میونه و در دیگر جاها داریم. خب نظرتون چی است به این موضوع؟ درست است، خیلی سوال به مورد است. من نظرم این است، فرض کردیم کتاب‌هایی که از این نویسنده‌های خودمان، نویسنده‌های تاجیکستانی زمان شوروی در دوره مکتب خانه مطالعه کرده بودم، حاضر دوباره به همون کتاب‌ها برگشته نمیتوانم، چون که معلوم است از حرف اولشان معلوم است که غرضناک هستند، معلوم است که به درد همون روز هم نمیخوردن، به درد امروز هم نمیخورن، یعنی چیزهایی رو مثلا وصف کردن که بی ارزش بودن و دوامدار نبودن و بسیارتر انعنه‌های مردمی را سرکوب کردن، بسیارتر فرهنگ و رسوم مردم بومی محلی را سرکوب کردن و قریب که تمام آداب، رسوم، اخلاق، انعنه‌های مردم بومی را می‌خواستند از بین برن و جای اونها را با آداب و رسومی که از بیرون آمده است، به خصوص از روسیه آمده است، با اونا پر کنن. اینا بیاید بدگمانی نکنیم در حق همون نویسنده های گذشته، ولی جاهایی هستند که مثلا بعضی از بزرگان میگن که بسیار از این نویسنده ها در یتیمخانه ها بزرگ شدن، از فرهنگ و رسوم ملت خود بیخبر بودن، بی‌آگاه بودن. خانواده تاجیکی به معنای واقعی کلمه تاجیک نتونست که ذهن اونها را پرورش دهد، افکارشون را پرورش دهد. به همین خاطر آمدن و اولین کاری که میکردن سرکوب میکردن عادات و رسوم و انعنه‌ها و اون چیزی که مردم محلی در طول مثلا 100 ساله ها کسب کرده بود و بسیار براش گرامی بود، احترام داشتن نسبت به همون انعنه‌های خودشون، اونا رو سرکوب میکردن. خب در ضمن همین گفتهاتون میبینم یک کتابی هم برنامه آوردید که کتابی استاد بهمنیار است، نام او دشان گرامی بود و چون که پیشتر هم ذکر کردیم سیف رحیمی افردی، محمد صالح زمان و بهمنیار، این نام وقتی که گرفته می شود یک ادبیاتی واقعی در نثر و یک ادبیاتی جاودانگی و اگر امروز امکانات بشه اینا رو بیشتر به جهان معرفی میکردن، من فکر میکردم که این اثرها در قطار شاهکارهای دنیا نیز میتوانست جایگاه خود را پیدا کند اگر تبلیغ سزاوار میشد، ترجمه های گوناگون میشد. خب چرا محض این کتاب رو انتخاب کردید و میخواستم به بیننده معرفی کنید این کتاب رو که سری چی صحبت میکند و سوژه از چی عبارت است؟ به شک و شبهه این کتاب از کتاب‌های میتوانست از کتاب‌های ماندگار و پرمطالعه دنیا شود اگر که با زبان بسیار صریح و درستی مثلا یا روسی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری مثلا حاکم دنیا برگردان میشد. خب کتاب بهمنیار به ویژه سرمده، من میخوام که سرمده معرفی کنم. این کتاب مجموعی حکایه و قصه هاست، رمان در قصه و حکایه ها هم خیلی گفته است خود نویسنده همین کتاب سرمده ها. از زندگی یک دهه تخیلی قصه میکند. سرمده نام یک دهه است در کوهستان. این دهه هرگز در دنیای واقعی جا نداشته است، موجود نبوده است، قهرمان های این دهه موجود نبوده است، خوب آبرزهاش هم موجود نبوده است، سنگ و درخت و چوب و آب و گیاه و مثلا حیوان هایی که در همین است، بله اصلا وجودی خارجی نداشته است، در تخیل خود نویسنده است. اما وقتی شما مطالعه میکنید مثل یک
هیکلی زیبا، یک هیکلی واقعی و یک اشیای مادی در نظر خود بله مجسم می‌بینید. حتی میتوانید تا همین حالت‌های میرسد که گویا که اشیایی که در همین دهه هست مثل سنگ و درخت و اینا مثل این است که گویا که لمس میکنید همونا را. با اینقدر بزرگی و چیره دستی نوشته شده از همین رمان، همین حکایه ها و قصه ها که ناخودآگاه ناخواسته یک خواننده را وارد همون دهه میکند و شما وقتی حکایه ها رو میخوانید تصور میکنید که در کوچه های سرمده قدم میزنید، از آب شیرین کفگرود می نوشید، یا همون گنجشکه که وصفش میکنه دورا میبینید با چشماتون، میبینید که بالای درخت نشسته است و اون در قصه میگه که چی موقع داره در اون دهه. بله. بسیار زیبا هست. من یک نکته دیگر میخواستم که ذکر کنم، از کدام جهت همین کتاب برای خواننده تاجیک ذوق میبخشد، یعنی آشنا هست. از آن جهت که زندگی کوهسار انعکاس کرده است و کشور ما هم 93% از کوهستان عبارت است. بسیاری از دهه های ما در منطقه های کوهی جایگیر هستند، از اشت گرفته تا فرخار و پنج، از پنجکند گرفته تا خاروق و مرغاب، همه این مردم در کوهستان، در آغوش کوهستان، در دامنه کوهستان زندگی میکنند، با سنگ و چوب و آب و خار و مثلا که گیاهای کوهستان آشنا هستند. و وقتی این کتابو میخوانند گویا که یک بار دیگه زندگی را از ابتدا تا انتها از سر گذراندن، یک بار دیگه همون روزهای گذشته شون تکرار کردن. یعنی هر نفر میتونه دهه خودش رو تصویرش بیند. یعنی بشک و شبهه شما چیزی عجیب گفتید که وجودی خارجی ندارد، یعنی نویسنده میگه از تخیل خودش اینا بها داده است. چند لحظه هایی هست که وقتی که من هم وقتی که با این کتاب یک سری زدم و دیدم فکر می‌کردم که همین نویسنده از دهه شما گفته است، یعنی بیگون دهه خاص نیست. یعنی بگیم که سرمده فقط دارد مثلا دهه وروی پنجکند رو تعریف میکند یا نمیدونم یک دهه از رومید رو تعریف میکند. یعنی هر کسی که میاد در دهه زندگی کرده است، رسم و رسوم و زندگی و چنین شده هم منظرهای دهه را میبیند. خب پیام اصلیش چی است؟ پیام اصلی این است که همین سرمده مثل یک دنیاست. قهرمان‌های دارد، بعضی خوب، بعضی بد، بعضی شوخ، بعضی مثلا که فرض کردیم که با عادت‌های بد، بعضی دیگر با عادت‌های نیک. در انتها مثلا در یک جای از همین حکایه ها میگوید که دهه نمیتواند که فرزند از بحر فرزندش گذرد. خب نیک است بد است، اگر میتوانی مثلا اصلاحش کن، تربیت کن، اگر نمیتوانی همون گونه قبول کن و کمکش کن. مثلا یک فرزند دهه مثل کروده یا همون اپندیکسی که ما میگوییم، مثل وای یک عضو زیادتی نیست، یک عضو لازم است و باید با اون سازش کند و اون از خودش دور نسازد. هر خیلی کس باید قبول کند، اصلاحش کند. اگر مثلا که بد اخلاق است اخلاقش درست کند، اگر فرض کرده معیوب است باید که پرستاری کند از وی، اگر که مثلا انسان سالم است اجازه دهد که با بقیه مردم دهه زندگی کند. یعنی پیام اصلی کتاب همین است. جای دیگر از زبان یک قهرمان دیگه‌اش میگه که من نمیخواهم در جامعه حیوانی زندگی کنم و همین خاطر تلاش میکنم که مردم اصلاح شوند. همین گونه پیام دارد. در ضمن این که قهرمان‌هاش گوناگون هستند، بعضی از قهرمان‌ها به خشم می‌بیند، بعضی از قهرمان‌ها دست به تقلب میزنند، به دزدی میزنند، به تهمت میزنند و میگه که باید به همه اینا باید مثلا اهل دهه کنار بیاید. پیام اصلی همین است. ببینید ما در ادبیات کلاسیک و در ادبیات معاصر و در ادبیات امروزی جهان داریم که دهه سرزنش میشود. سرزنش به کدام معنا؟ به این معنی که انسان ها میخوان وقتی رشد کنند، تکامل یابند، حتما باید شهر باشند یا شهرنشین شوند. ایجادها یعنی ایجادیات در شهر بروز میکنند، یعنی به پیش میرود. خب نظری نویسنده به این موضوع هست جای اشاره میکنند، یعنی نظری بهمنیار به این موضوع به فکر شما چی است؟ ما شروع از مولانا و حافظ و نمیدونم رودکی تا به امروز حتی جای مولانا میگه که ده مرا که ده مرد رو احمق کند، علم رو کم نور رو رونق کند. ولی شما خیلی زیبا گفتید که نویسنده میخواد ده هم زیبا نشان بدهد. خب چی تضاد است بین این؟ پس انتخاب ما چی میشه در این موضوع؟ بله، من پیش از اینکه به این سوال برگردیم رجوع کنیم میخوام به سوال پیشتر برگردیم یک قدم قفوتر. مثلا ببینید در سیاست اون روز شوروی میگفتن اگر کسی که مثلا از سیاست اون روز ناراضی بود میگفتن عنصر بیگانه است، یا مثلا عنصر ارتجاعی میگفتن، یا میگفتن که کسی که مثلا انتقاد میکند از حکومت شوروی دیوانه است، قبول ندارن. اما بهمنیان میگه
میگوید که باید همون خیلی انسان هم قبول کنه، چون که وی عضو جامعه است و یک عنصر نالازم، یک عضو نالازم نیست که بریده پرتوی وی، باید حتما با وی کنار بیایی. پیام بسیار زیبا است. ببینید مثلا علیرغم سیاست‌های اون روز شوروی همین خیلی پیام‌ها دارد بهمنیار. خب تمام این وصف‌هایی که در حق دیه میکند، نسبت دیه میکند، یک جای میبیاید در حکایه توسن در قوسین بر همین موضوع برمیگردد، موضوع انتخاب بین دیه و شهر. قهرمان دارد با نام نوشین که معلم است، میباید در شهر تحصیل میکند و گشته به دیه میرود. بهمنیار از زبان این قهرمانش میگه که هرچند مثلا نوشین خواهش کردن که در شهر باقی ماند، کار علمی کند و به درجه های بلندتر رسد، برای خود به قول کریر سازد، اما نوشین همه این ترک میکند، به زادگاه خود برمیگردد و به تعلیم و تربیه، بیدار کردن ذوق نورسا میپردازد. بعد در یکی از درس ها گویا اینکه بحث میشد ده خوب است یا شهر. بهمنیار از زبان قهرمانش میگه که مولانا گفته است ده مرو ده بردار احمق کند. دو جای دیگر میگه که دومی مرغ سوی شهر و سر سوی ده، دومی این مرغ از سر به. بله، این وقتی که اون قصه مولانا زیر جهان میکنه دومش طرف شهر میشود، این قصه جالب است. بله، این هم از زبان مولانا میگه، یعنی ترجیح دادن شهر رو به ده مقصد. بله همین میگه. اما میگه که بعد بدتر میاد بهمنیار از زبان قهرمانش میگه که اگر اختیار در دست نوشین می بود 6 ماه در ده زندگی میکرد، 6 ماه در شهر زندگی میکرد. یعنی هنوز نویسنده هم بین این خودش میموند که جدی انتخاب، یعنی شهر میموند ده میموند. این یعنی قصه همین از پیامش دیگه. بله همین است که بله یعنی نمیتواند انتخاب کند که در کجا بالاخره در کجا زندگی کند، بخواد 6 ماه در شهر باشد، 6 ماه در ده باشد. یعنی همین گونه چه میگن خورگی وجود دارد. دو خورگی نیم البته و انا. خب شما هم خواننده چی شد وقتی که همین قصه را خوندید؟ بگیریم قصه نوشین، مثلا چی میخواستید؟ میخواستید که نوشین همیشه در ده بماند یا بعضن وقت ما در برابر خوندن با نویسنده هم بحث میکنیم که من میشدم اینجاش این خیلی میکردیم ما حتما طرف نوشین هم میگیم، حتما طرف بچه‌ای ده. شما وقتی خوندید چی شدید؟ مثلا چی تحول در شما ایجاد شد؟ همین نوشین قهرمان همون حکایه توسن در قوسین یک زنی آرمانی است، واقعا بسیار یک زنی دانشمند است که میبیاد با بچه ها مثلا از گملت درس میدهد و یک مکتب رو به شور و شوق میبیارد که آموزگاران دیگر از روی رشک و حسد نمیخواهند این معلمه امین نوشین با همون طرزی که درس بدهد، ما میخواهند تلاش میکنند که مانع درس دهی نوشین شوند. گویا که شکایت میکنند به رهبری مکتب، گویا که از مرکز کمیسیون میبیاد و مانع درس‌های این معلمه میشود و این معلمه همیشه طلب میکند که شما یک دلیل بیارید برای من که من همین گونه درس ندهم. بسیار قهرمان زیبا هست. من نمیخواستم که طرز دیگر انعکاس شود، همون گونه‌ای که بهمنیار انعکاس کرده است، تصویر کرده است، من با همون طرز و همون اسلوب و همون سبک و همون ابراز دیدن میخواستم نوشینه. فرض کردیم اونجا مثلا اینم بزرگی بهمنیار است، بزرگی بهمنیار است که نمیخواه مثلا یک کلمهش تغییر بدهی، همون گونه‌ای که همون گونه قبول میکنی. مثلا در درس‌های همین معلمه خط نویسی بچه‌ها انعکاس شده است، گویا که بچه‌ها بین همدیگر خط می‌نویسند و پیام‌هایی که تلفن نبود مثلا توسط خط، کاغذ و قلم مثلا با همدیگر مکالمه می‌کردن در ضمن درس، در رفت درس. خب بیت برک میکنن، شعر خوانی دارن، مثل گویی دارن. این معلمه نوشین از فن زبان و ادبیات درس میدهد و چیزهایی رو به بچه‌ها میگوید که معلمان دیگر، آموزگاران دیگر از گفتن اونها عاجزند، نه خودشان به درکش میرسند و نمیتونن به بچه‌ها بدهند. از همین جهت بسیار جالب است. شما وقتی میخوانید حتما یک بغض شیرین در گلو پیدا میشد که کاش یک بار دیگه مثلا من مکتب خوان شوم، کاش یک بار دیگه به سن نورسی برگردم. ممکن در همون وقتی نورسی همین شیرینی های دیگه رو نمیدیدیم، یعنی همین لحظه های زیبای دیگه رو نمیدیدیم. یعنی در لحظه های زیبای همون نورسی البته مثلا کسایی که در شهر هم تحصیل کردن، در مکتب شهر هم خواندن، همون شیرینی ها رو داشتن. بله همون چیزا رو داشتن و ما مثلا در همون سین سال به درک همونو به قدرش نمیرسیدیم، نه تنها به درک بلکه به قدری همون نعمتی، همون روزی که داشتیم نورسی، ایام 15 و 16 و 17 تا به بلاغت مثلا دوره نوی جوانی،
با قدر همون نعمت نمیرسیدیم. وقتی اینو میخوانی میگی چقدر نعمتی بزرگ من از دست دادم که اون زمان نمیدونستم که چی است. خب بسیاری ها میگویند که بهمنیور در نوشتن حکایه ها، داستان های رمانش حداقل تلاش کرد که از کلمه های روسی، عربی و کلمه های بیگانه استفاده نکند. زبان کتاب منظورم چگونه است؟ یعنی فهم و شیوه و یعنی با هضم کردن خواننده که سن سالش به فکر شما چقدر سن سالش هم مهم است یا نیست، یعنی زبان کتاب هضم می شود برای میگن خیلی درجه مثلا زبان در زبان ادبی یعنی معیار خیلی خوب رعایت شده است در نوشته های بهمنیور. شما مشاهده کردید زبان کتاب چگونه است؟ بله شما مفتون میشید. شیرینی تا اون حد هست که مثل یک نثر مسجع است، همون گونه ای که گلستان نوشته شده از گلستان سعدی. چقدر شیوا و زیباست. اگر یک کلمه رو بگیره مثل یک خشتی است که از یک بنای خانه میبردارید و آثار میبیند. مثلا جمله های بهمنیار هم همین گونه هستند که وقتی مثلا یک کلمه یا یک حرف میافتاد دیوار نقص پیدا میکند، جمله ها نقص پیدا میکنند، چنان با همدیگر آمیختند و چنان با همدیگر در توازن هستند که روح شما شاد میشود از خواندن این، حلاوت میبرد. ان سبک مسجع یعنی کلمه ها پی کلمه ها آمدن، جمله ها پی جمله ها آمدن، با پیوستگی منطقی و زیبایی و شیوایی هستند. درست است که تلاش کرده است، بالاترین تلاش کرده است یگان واژه روسی و یگان واژه مثلا که ازبکی یگان چیز دیگه استفاده نکند، اون گونه‌ای که مثلا ما خواسته و ناخواسته بعضا وقت استفاده میکنیم. این نویسنده در نوشتنش تا حد اکثر تا اونجایی که خوندرش امکان دست میداد کوشش کرده است، تلاش کرده است استفاده نبرد. از قهرماناش میگه که دشنامی حبابی داد. تصور کنید دشنامی حبابی. ما مثلا در میان بچه ها نورس‌ها یا من جوان‌ها воздушный поцелуй مشهور است. حتی با همین کتاب هم هست воздушный поцелуй. بله مثلا همین воздушный ره تا حاضر من هیچ جایی ندیدم که یگام نفر با همون طرزی که تقاضا میکند و جا می افتاد در جمله ها در گفتار نیت بیان میکند، مقصد بیان میکند، کسی همین ترجمه کرده باشد. مثلا بهمنیار با همین توانایی خود همین ترجمه کرده است، یعنی مرادف تاجیکی همین پیدا کرده است. حبابی مثلا دشنام حبابی، مثلا بوسه حبابی، همین چیزا مطابق میافتد، یعنی مصادف و مرادف است و بسیار زیبا است وقتی مثلا همین کلمه را استفاده میکنیم. از این جهت است و جهت های دیگری مثبت خیلی زیاد دارد. مثلا شما میخونید بعضی حکایه ها با یک بار خواندن مثل اینکه در ذهنتان میشیند، جمله ها کلمه ها در خاطرتان باقی میماند. جایی هست که مثل جمله ها مثل افریزم ها یا اینکه سخن های حکمتناک هستند، اینقدر زیبا هست، جذب میکند. مثلا شما یک بار در دست میگیرید این رمانه، با یک خواندن شاید 100 صفحه میخونید، 150 صفحه میخونید. همین کتاب سرمده قسمت اول همین زیادتر از 300 صفحه است. من بار اول الی یک شب یا یک و نیم شب مطالعه کردم و هر گاهی که من مثلا دلگیر میشم یا اینکه مثلا یک حالت غیر معمولی روبرو میشم، حتما میکشم یکی از حکایه های این کتابو میخونم، دوباره حال و هوا پیدا میشد و لذت پیدا میشد. خوب گفتید، شیرین گفتید. یا خوب چه در خلاصه برنامه بگوید به همین صحبت رو به انجام برسونیم و باز در بخش‌های دیگر اطراف دیگر کتاب‌ها صحبت خواهیم کرد. گفتم در خلاصه صحبت، در فراورد صحبت جنبش بکنید که برای ما امروز مخصوصا نسل جوان یا هر نفری که میخواهد کتاب بخواند و شما که این سرمده رو معرفی کردید چی توصیه میدید و خلاصاتون چی از اطراف این کتاب؟ من حتما توصیه میتیم که همین کتاب بار دیگر نشر شود، چون که حالا کمیافت شده است، در مغازه ها کمیافت است، ولی در کتابخانه ها که هست حتما میتونن آدمان علاقمند، کسانی که علاقه دارن به خواندن این کتاب از کتابخانه های مثلا شهری و ناحیه‌ای پیدا کنن، مطالعه کنن. اما خوب میشود که یک بار دیگر نشر شود و برای فروش به مغازه های کتاب فروشی پیشنهاد شود. این کتاب از کدام جهت جالب است؟ مثلا در ابتدای صحبت ما گفتیم که انا به رسم و عادات مردم نخندید، استهزا نکرد. همون گونه ای که یک هنرمند وجودش ضروری دانسته است برای زندگی در جامعه،
یک روحانی را هم ضرور دانسته است. بسیار با احترام نسبت روحانی مثلا صحبت کرده است. مولا بخاری زاده است قهرمان این. انا هنرمندی که چوب تراش است، مولا شاهک رنده است. یک مثلا چوپان بودنش اهمیت دارد، بسیار با اهمیت است و ضروری است در جامعه. یک شکارچی اهمیت دارد. یک حتی مثلا کمپیری که با همون گل و گیاه مثلا مردم تبابت میکند بودنش مثلا اهمیت دارد، اعتبار دارد برای جامعه. من همین توصیه میکنم برای خواننده ها که دیدن همون دهنه، یعنی همه چیز در جای خودش و هر کس مهم است، زیبا است، لازم است در جای خودش، نه به شکل امروزه که اینکار کند مثلا قسم دیگر را قبول کند. یعنی دهر با هر چیزی دارد با اون زیباست و بین هم دیگر زنجیل و حلقه پیوستند. بله، شیرین ترین حکایه همین کتاب که در آخر کتاب آمده است با نام پیغمبر بی امید. ببینید حتی نام حکایه ها چگونه مثلا زیبا هستند و خاطر نشین هستند، یعنی در خاطر میمونند. مثلا پیغمبر بی امید، این گویا که درباره بهمنیار درباره سرگذشت خودش نوشته است. وقتی که جوان بود از دهه میرفت، یک دختره که بود که دل بسته بود با بهمنیار و در شب آخری که بهمنیار نیتی به شهر آمدن داشت با این دخترک وا میخورن و میخواد از دخترک قول بگیرد که آیا بهمنیار منتظر میشود یا نه. دخترک با شوخی و ناز میگد که نه منتظر نمیشود. خودی بهمنیار است، گویا که درباره خودش است. بله، یک جای میگد که این من هستم، این پیغمبر بی امید من هستم که شهر آمدم، مثلا در شهر انا در تهخانه ها و در مثلا که ایستگاه ها شب رو روز میکردم، در واگزلی راه آهن شب رو روز میکردم، قصه های جالب می نوشتم، نامم در روزنامه ها نشر میشد، حکایه ها نشر میشد، زن های زیاد پیام میفرستادن به من و با چندی از اونها مثلا همخانه شده است، یک مدت زندگی کرده است و این دخترک گویا که فراموش شده است از خاطر بهمنیار و به اعتبار شده است در نزد بهمنیار. اما دخترک همیشه منتظر بهمنیار است، همیشه روی سرفه میبراید و همیشه وقتی رسیدنی اون نقلیات مسافرکش منتظر میشد که کاش بهمنیار از مسافرکش پایان شود. اما بهمنیار بعد 10 سال به دهه برمیگردد که ماما هم مرده است، این دخترک با همراه بیبیش زندگی میکند، هم بیبی مرده است هم نبیره مرده است و میبیاید استاد شاهک رنده که از قهرمان‌های کتاب گویا که بهمنیار راهنمایی میکند سری گوری نبیره میبرد. بالای سنگ گور یک شعر بسیار جانگداز نوشته شده است که برف بهمن آب شد، خورشید فروردین بیا، اشک ما را راه ببند، خنده نوشین بیا، حور افلاکی و ناجا در زمین جستمد، مغزم تیره چون شب هاست ای پروین بیا، از بهار آرزوها آفریدم من تو را، نام تو بگریفتم از بابونه و نسرین بیا، ای یار ای یاری که در پندارها می نازمد، روح ما را کردند اندر فلک کابین بیا. میگد که بهمنیار همینجا شیشت و های و زار گریست، اما چی فایده که دخترک مرده بود و سرگردانی های زیاد بهمنیار در شهر از سر گذراند و نهایت وقت به دهه آمد که همه چیز ادا شده بود. از این معلوم میشد که بهمنیار نه تنها در نثر، حتی در نظم چیره دست مثلا اگر میخواستند که بنویسند، واقعا بزرگی یک نویسنده همین است به فکرم، نه که در هر دو حالات میتواند که چیزی زیبا بنویسد. نه حالا معلوم نیست که این نظم خود بهمنیار باشه، چون که من فکر میکردم رمان است و اگر جایی که از کسی میشد شاید اشاره میکرد که شعر فلان. معمولا وقتی ما کتاب میخونیم اگر از نویسنده اصلاش نباشد یک اشاره میموند که حافظ است، سعدی است، بیدیل است یا اگر نویسنده شاید احتمال دارد که شعر خودش باشه. اگر شعر خودش که دیگه هیچ چیز که نگفته است معلوم است که دیگر این شعر به خودش تعلق میدارد. تشکر یا خوب برای اشتراکتون در برنامه و خیلی شیرین گفتید، خوب گفتید. من فکر میکنم که با شنیدن این با یادآوری از بهمنیار روح این استاد بزرگ هم شاد می شود و کتابخوان توصیه میدهد بهمنیار سرمده رو. من فکر میکنم که خواننده زدکی ما، خواننده نوزبین ما این کتاب رو دسترس میکند و میخواند در قطار اون همه بیت سلر، یعنی پرفروشترین کتاب های جهان که امروز پیگیری میکنیم، میابیم. کتابخوان توصیه میده که حتما به این کتاب هم یک رجوع کنیم و ببینیم که ما در ادبیات معاصر خود چه شاهکار جهانی را داریم و اگر زمانش فرا رسد یا نفری پیدا شد که این کتاب رو با زبان‌های مختلف به جهان معرفی کند، من فکر میکنم یکی از بهترین شاهکارهای جهان همین کتاب بهمنیار سرمده خواهد بود.
این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در پناه خدا بمانید.